هلو گایز، چطورید؟ خوش اومد به یه ویدیو دیگه از فورتنایت. امروز قراره بریم سراغ مود جدیدش که چند هفته است اومده، مود بلیتز. اگه درست تلفظ کنم. قبل از اینکه بریم ادامه یه ویدیو، حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، اگه از آپارات میبینید لایک کنید و دنبال کنید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بریم ادامه ویدیو. شروع شد. من نمیتونم، ما چرا باید 3 نفر باشیم؟ یه نفر بس ما ندارم یا لفت ندارم، ندیدم همینجا میفته. توی این مود نمیشه از بیلد و اینا استفاده کنم، بیلد و اینا از همکاری ها هر هفته یکیشون قدرتشون رو میاد. خیلی باحاله. دم تموم میشه. خب هم یکی هم اونور دیدم یه چیزی اینجا بردارم و برم به سوریه. کلن چند هفته که نتا قطع بود دیگه، اصلا نمیتونستم بازی کنم. تازه رفتم تو بازی که منم گرفتم. این که به منم واقعا قویاش چی شدن؟ آدمون سیو این اسم من واقعا قشنگه. شک بشه یه 5-6 روز میشه که آنلایک شده میشه گرفتش. خب اسم مخفیه، خیلی مخفی هم نبود. من به دردم نمیخوره این طرز کار باهاش رو دوست ندارم. چیز جالبی هم نداره دیگه برید. خب انمی یکی 2 روز هم میشه نتا درست شده. از این به بعد اگه نت همینجوری پایدار باشه دیگه به همون روند قبلی ویدیو گذاشتن میرویم جلو. اینم نمیخوام اصلا، نمیدونم من چرا اینو برداشتم. برم زده منو دیگه، چیکار کنم؟ وای یارم اونجا چرا فرار حمله کنیم؟ هم میبریم ها. نشد این دو دیدم. وای خب اونجا یه خبریه. کیل منو دزدی، دیدین؟ یکی کیل منو دزدی. بیاییم سوپرمن همیشه برنده است. البته این سوپرمن نه همیشه. بریم بسم الله. چند نفر موندن؟ 3 نفر ماییم، 3 نفر دیگه هم موندن. به احتمال زیاد وینو بگیریم. خیلی زود این یک به پایان. یکی نم 2 تاش اصلا همه باتن انگار. قبل این یه دست پلی دادم کلا همه پلیر من این بات شده.
اینم بات وین. خیلی راحت ایزی وین. این دفعه برای اولین بار 4 نفر کامل بود. خدا رو شکر. حالا ببینیم باز 3 تا بودیم بردیم. انشالله به 4 تا ببریم. نمیدونم چی بود این داد. اینو یادمه تو چپتر 4 اومده بود سیزن 1 یا 2 چپتر 3 هم بود یادم نمیاد. واو نه خیلی بود تو که باتی چیزی داشت بهتره. خب نمیخوام اینم خوبه بد نیست ولی اینو بردارم بهتره. الله اکبر کیه بسم الله بریم به سوی انمی. البته اگه اون دمیجی هم یارم بیا چه هم دوست بشم ریون پورا اومد باشه زدی زدم بریم اینجا بیای بچه خدا خویز نه نمیدونم باز اوه باز نبودم اپوش زدم اوه توزیدی دیگه چیزی که من پشتم و تو کاپیدی کردی اوه زدنش دیگه دیدی چقدر نامردن چقدر آدم میکنه نامرد اومد برداشت بانی کنید خودم خودم سرعت عمل مثل ما یاری نمیده البته که این خوب شده یعنی خیلی خوب شد خوب دارید رنده میکنید اینم کنم ببریم البته اگه تیمای قوی یه جا از این گوشه ها نباشه. بسم الله ولی چه کوتاه تموم میشه اینجا هستم اون موقع که همکاری آواتار این همین مده اومد خیلی خفن. بسم الله بسم الله دمیج وات بزن خدایی اوها بزنیم یا میای پولی یا خودم زدمت بکردی چی؟ بکردی زن اون یارش نیم من گوشت الان برم پایین اینا گیری این بلند به احتمال زیاد گفتم به احتمال زیاد بزنه اوها کاری خطرناک زیاد انجام میده حرفم پس میگیرم از بردن بسم الله ببخشید ولتون کردم ولی خب دیدید فرار نکنید چه کاری فرار کردن اصلا بیایید شما کشتید اینو بده من خوبه بریم بسم الله الرحمن الرحیم
اوها چی نبوده؟ یس گفتم وین نمیگیریم ولی گرفتیم. یس 2 تا وین تا الان. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. اگر از آپارات میدید لایک کنید و دنبال کنید. این تازه اولش بود از این مود. اگه این مود همینجوری دائمی کنم باشه از این زیاد میذاریم چون خیلی کوتاه خیلی باحال میشه همینجوری چیز کرد برد. این واقعا خوبه این موده که همکاری هم هر هفته میاد توش. نتا اگه همینجوری درست باشه همینجوری روند فعالیتمون مثل قبل ادامه میدیم و هی ویدیو میذاریم. این تازه شروع چیز بود. اگه دیگه از اون اتفاقا نیفته مواظب خودتون باشید. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.